ما در علم نه خدا داریم نه پیغمبر، هیچ چیزی مقدس نیست، همه چیز قابل نقده. اینشتین روزانه صدها مقاله نوشته میشه در مورد اینکه کجاها رو نفهمیده، کجاها رو اشتباه کرده، کجاها رو باید پیشرفتش داد. ولی هیچ کس به خودش اجازه نمیگه که بگه اینشتین آدم احمقی بوده. این دو تا چیز متفاوته. اما در فرهنگ ما شما به محض اینکه بخواید از کسی سوال بکنین، مساوی بر این هست که دارین قدرت یا اتوریتی اون آدم رو زیر سوال میبرین. و یه عده‌ام که اصلا آدمو نمیشناسن سینه چاک میکنن برای اینکه تو داری کفر میگی. یکی از اونها با اجازهتون حضرت مولاناست. امسال هم 800مین سالشه و چنان ما بهش علاقه داریم. علاقمون هم به خصوص از زمانی بیشتر شد که آمریکایی‌ها و مدونا مثلا یه شعر خوند در موردش. وقتی که غربی‌ها پیداش کردن ما هم بهش بیشتر علاقه‌مند شدیم. مولانا شخصیت بزرگی است، هیچ تردیدی نیست. اما توجه داشته باشیم که مولانا در فیه مافیهش، من خواهش میکنم فقط شعراشو نخونین، کتاباش هم بخونین. در فیه مافیهش ببینید چه نظراتی راجع به زنها داره. زنها رو بخشی از وجود شیطان میدونه. به مریدانش توصیه میکنه با زنها مگر برای بچه دار شدن همخوابه نشن. مولانا در مورد علوم غیر دینی اعتقاد داره اینها علوم شیطانی هستن. میگه نجوم و طب و فلسفه علوم شیطانی هستن. رسوبات این تفکرات بوده که در جامعه ما ظهور کرده. مسائلی که ما الان داریم و سعی میکنیم برگردیم به گذشته. یک زمانی فکر میکردیم که کوروش و داریوش مسائل ما رو میتونن حل کنن، بعد فکر کردیم که این مسائل رو احتمالاً اسلام میتونه حل بکنه. حالا که اونم نتونسته حل بکنه میریم سراغ مولانا. یه عده میرن سراغ زرتشت. چرا؟ چون حوصله نداریم خودمون فکر کنیم دیگه. بگردیم ببینیم اون نوابغ روزگار زمان خودشون که مسلماً یک سر و گردن از زمان خودشون جلوتر بودن، اونا چه راه حلی داشتن؟ ما بریم اونا رو بخونیم و الان بیایم تشریح کنیم بگیم آره اینام راه حل ماست. اون چیزی که خشکیده به نظر من خردگرایی است. انسان قرن 21 مسائل قرن 21 داره. مسائل قرن 20 حل قرن 21 میخواد. مولانا آدم بزرگی بوده، حافظ آدم بزرگی بوده، فردوسی آدم بزرگی بوده، ولی اینا مسائلی که داشتن مسائل 7 قرن پیش بوده. حالا درد بزرگتر چیه؟ چند نفر اینجا هستن که اسم جمکران رو نشنیدن. خیلی خوبه. جمکران خانم یه جایی است که میگن امام زمان قرار از جا بیاد، چون به خواب یک خانومی که اونجا بوده اومده و یا یه آقایی فرق نمیکنه و الان شده در واقع دیزنی لند ایران، الان اسمش هست جمکران. بعد میرن اونجا در چاه‌های مختلف عریضه میندازن و جالبه که خود حضرت قراره از یه دونه چاه بیاد بیرون ولی چاه زنونه مردونه درست کردن که عریضه های زنونه رو مردونه. اون وقت از اون بدتر درد بزرگ اون نیست به نظر من. درد بزرگ اینجاست که من میشناسم کسانی که متخصص قلب هستن، استاد دانشگاه هستن، آدم‌های تحصیل کرده هستن، مهندس هستن، سه‌شنبه ها میرن جمکران و عریضه میندازن تو این چاه. درد بزرگ اونه. اون چیزی که من میگم آینده ما در خطره اینه که داره ذهن نقاد از بین میره. داریم یک مش ربات تحصیل کرده به وجود میاریم که به هیچ وجه حاضر نیستن سوال کنن و موقعی که به سوال کردن میرسه کرکرهای پایین، اونجا به هیچ وجه حاضر نیستن سوال کنن. 67% دانشجویان دانشگاه قائد اعظم که بزرگترین دانشگاه پاکستان هست، بعد از اومدن زلزله ازشون پرسیده شده فکر میکنین دلیل اومدن زلزله در پاکستان چیه؟ 67% جواب دادن به علت گناه مردمان در اون منطقه است. اینها مسائلی نیستش که به سادگی ازش بگذارین. من دارم هشدار میدم خطر بزرگی در راهه. آدم‌های احمق دارن در همه جای دنیا به سر کار میان. داره یک جریان نو مذهبگرایی به وجود میاد که از حرفهای مدرن و شیک که علمی هم استفاده میکنن، شبه علم رو با اعتقادات جوش میدن و نهایتاً به اینجا خواهند رسید که بیایم یک نگاه دیگه ای از مذهب داشته باشیم. من هیچ مشکل با مذهب ندارم. مشکل من اینه که هر نوع ایدئولوژی و هر نوع سیستم فکری که باعث بشه جلوی سوال کردن و فکر کردن رو بگیره، اون خطرناکه. هیچ چیز نباید جلوی سوال کردن رو بگیره.
هیچ کسی نباید جلوی خردورزی و خرد اندیشی رو بگیره.